سلام، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو امروز اومدیم با تیل بندی بازی جالی یهو به ذهنم رسید و دارم این سبک ویدیویی که یه نفر بعد رکورد تو ادیت دارم الان حرف میزنم باهاتون و من قبلا ویدیو رو رکورد کردم. اینم بهتون بگم من اولش دارم جالی 1 و 2 رو اسپیدران میکنم. چرا؟ چون بازی ها رو کامل کردم و چیز نمیمونه. بریم سراغ ویدیو. خب بذارید بهتون تیل بندی رو نشون بدم. اولش آشغاله که بدترینه. دومش چرا بازیش کنم؟ نه واقعا چرا بازیش کنم؟ سومی نه خوبه نه بده، یه وسطیه و بعدش عالی، یعنی عالیه و آخر شاهکار، یعنی بهترین فن گیمیه که من بازی کردم و بریم تیل بندی کنیم. خب بریم سراغ تیل بندی جالی 1. نه خوبه نه بده، خیلی سخت خوبه، اصلا غیر قابل بازی. نایت 1 تازه. خب جالی 2 شاهکار به تمام معنا بود، خیلی بازیش خفن، همه مکانیکاش خوبه و اینا رو دیگه نمیدونیم. بریم ویدیو رو ببینیم. خب بالاخره بازی من تموم شد. 2 ساعت و نیم فقط داشتم بازی می‌کردم که فقط تونستم تا نایت 2 برم. خیلی مینی گیماش سخت بود، به خاطر نمیدونم چرا بازیش کنم. وقتم هدر رفت. 2 ساعت و نیم از زندگیم که هیچ وقت بر نمیگردم. خب من بالاخره گیم تموم شد. این گیم پلیش کمتر بود چون با نایت 1 رفتم. هی نه خوب بود نه بد بود ولی عالی بود. بازی عالی گذاشتم. بچه جالی 4 سخت ترین بازی بود که من کردم، اینم باز کردم. دیمو من نمیتونم الان کامل ریت بدم بهش، به خاطر همین من میذارم آشغال و دیگه چیز نمیمونه. بریم اوترو. خب ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید. من خیلی برای این ویدیو زحمت کشیدم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.